ساخت افکت جادویی با اینشات. سلام، ابوالفضل عجب هستم. امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوایم توی اینشات با یک افکت خیلی جالب ویدیوهامون رو تبدیل به ویدیوهای جادویی کنیم. برای این کار وارد نرم افزار اینشات که شدم، از قسمت ویدیوهای مد نظرم رو وارد فضای نرم افزار میکنم، تیک رو میزنم و حالا میام از قسمت افکت ها AI افکت، از این قسمت میام به گزینه گلاو و از اینجا گزینه اسلایس رو انتخاب میکنم. ببینید به همین راحتی تونستیم دور سوژه خودمون یک افکت جادویی ایجاد کنیم. حالا برای اینکه رنگش رو عوض کنیم میتونیم رنگ آبی، بنفش، زرد یا حتی قرمز رو هم انتخاب کنیم. ببینید به این شکل، به همین راحتی. حالا برای اینکه بخوایم یه ذره کارمون جذاب‌تر بشه، ما اینجا تیک رو میزنیم، این رو یه مقدار افزایش میدیم که بیاد تا انتهای ویدیو. حالا میایم اینجا یک کات میزنیم و این قسمت رو میریم دوباره از قسمت ادیت، رنگش رو روی رنگ به عنوان مثال آبی قرار میدیم. حالا ببینید چجوری شد. به همین راحتی چند تا کات دیگه هم اگه من اینجا ایجاد کنم میتونم رنگ های اینا رو عوض کنم که کارم اینجا جذاب تر بشه. ببینید به این شکل اول قرمز، سبز میشه و آبی. به همین راحتی ما تونستیم با یک افکت خیلی ساده ویدیوهامون رو بهش افکت جادویی بدیم و اصطلاحاً جذاب ترش کنیم. امیدوارم از دیدن این آموزش هم مثل سایر آموزش ها لذت برده باشید. ضمناً این آموزش هم به سفارش مجموعه دیجیتال مارکتینگ کلپال آماده شده و کلیه حقوق مادی و معنوی اون به این مجموعه تعلق داره.